در دنیایی که انسان‌ها هر روز در حال حرکتند، بعضیا در یک نقطه میمانند، نه به اختیار بلکه به حکم سرنوشت. این داستان روایت زندگی مردی است که خانه‌اش تبدیل به سالن انتظار فرودگاه شد، جایی که آدم‌ها میآیند و میروند، اما او ماند. او در سال 1945 در ایران به دنیا آمد، در روزگاری پر از تلاطم پس از جنگ جهانی دوم. دوران کودکی‌اش ساده اما پر از سوال‌های بی‌پاسخ گذشت. در خانواده‌ای متوسط با ذهنی جستجوگر رشد کرد. همیشه نگاهی به افق داشت، به آنجایی که آسمان با زمین یکی می‌شود. در جوانی تصمیم گرفت کشور را ترک کند، در جستجوی آزادی هویت و شاید وطن دوم. اما مدارک گم شد، اشتباهات حقوقی رخ داد و ناگهان او دیگر نه شهروند کشوری بود و نه پناهنده رسمی. هر جا میرفت درهای بسته رویش قرار داشت. تنها جایی که او را پس نزد فرودگاه بود. ترمینال 1 فرودگاه شارل دوگل پاریس شد خانه‌اش. نیمکت‌ها تختش بودند، دستشویی‌ها حمامش و رهگذران همسایه‌های موقت. سالها گذشت بی آنکه آسمان به او مجوز پرواز دهد، اما در دل همین بیخانمانی انسانی جدید متولد شد. فیلسوفی خاموش، مردی با داستان شگفت‌انگیز. ترمینال فرودگاه شارل دوگل با نورهای مصنوعی سرد، صدای دائمی چرخ چمدانها و اعلامیه‌های بی احساس بلندگوها خانه‌ای شده بود برای مردی که نه پرواز داشت و نه مقصدی. مهران کریمی ناصری روی یکی از